همین منافق‌ها از کافرها در عذاب سخت‌تر دارن در روز قیامت. بله، الله تعالی که این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق ها در درکه پایان ترین دوزخ هستند. دوزخ 7 درکه دارد، جنت 100 درجه دارد. درجه به بالا میشد. لغت عرب بسیار لغتی بای است. درجه گفته درجه مثلا یکم هست، درجه دوم هست. درجه دوم از درجه یکم بلندتر است، سیوم با بلندتر است. مانند آشیانه یکم، دوم، سیوم، چهارم و بالا میرید. جنت میخواد. اما دوزخ درکه است. دوزخ به پایان میفروید. نسأل الله السلامت و العافیه. درکه یکم یعنی این از همه دوزخ است که عذابش سبوک است. درکه دوم با سبوکتر. درکه هفتمش جای منافق است. الله تعالی که البته منافق ها در درکه پایان ترین دوزخ هستند. اینا از کافرها بدتر هستند. برای چی؟ برای اینکه کافر است. من کافر میگه دعوای اسلام نمیکند. او یعنی که مقامش معلوم است. اما منافق در مسجد است. من مسلمان هستم، میگه ریش مانده است، سله مانده است، مثلا یا حجاب کرده است، در بین مسلمان ها زندگی میکند، ولی به الله تعالی و به روز قیامت ایمان ندارد. دشمن دین است. با مقصدهای گوناگون و غریزه های دنیا، غرضهای مخصوص، یعنی که ظاهرا اسلام قبول کرده است. این منافق است. نسأل الله السلامت و العافیه. الله تعالی در ابتدای سوره بقره تقریبا در 13 آیت درباره منافقا معلومات داد.